ویدیوی دیگر از کانال اکشن مووی. امروز اومدیم با پارت اول کال آف دیوتی بتل رویال. در ادامه خواهید دید. دوستان یه خورده طول کشید تا بازی لود بشه و تا چند ثانیه دیگه بازی لود میشه. یه نکته توی کال آف دیوتی از سیزن های 10 به بعد کال آف دیوتی، یعنی سیزن 11 که شما دیگه نصب میکنید و سیزن 10 که دیگه نصب میکنید، به طور مرتب هر روز یا یک روز در میون یک آپدیت کوچکی میده که بازی بهتر اجرا بشه. خب دوستان خود طول کشید، من گفتم چند ثانیه ولی چند دقیقه طول کشید. میریم سراغ پارت اول بتل رویال. یه لحظه من آیتماشو بگیرم. خب بریم برای پارت اول بتل رویال. من ویدیو استاپ میکنم که حجمش کمتر شه. خب دوستان لود شد. همیشه اول که شما میخواد بیاید بتل رویال کال آف دیوتی، حالا هر سیزنی، حتی سیزن های جدیدترش دیگه، سیزن های 10 به بعد، شما یه 60 ثانیه 70 ثانیه طول میکشه تا بازی براتون بیاد و هم تیمتون آشنا بشید و با محیط بازی آشنا بشید که ببینید محیط بازی چجوریه. با هم تیمتون هم میتونید صحبت بکنید با استفاده از این گزینه که الان من براتون معلومش میکنم. این گزینه، با استفاده از این گزینه شما میتونید چیز کنید، با هم تیمتون صحبت بکنید. خب دوستان این سراغ بتل رویال. خب یکی از بهترین مناطقی که شما میتونید خیلی چیز داشته باشید، کیل داشته باشید، منطقه باس استیشنه. همین رویالی من که دارم به سمتش میرم، یکی از منطقه‌ای که خیلی انرژی زیاده. شما میتونید با استفاده از همین چتی که هستش خود بازی میذاره براتون، میتونید فرود بیاد و منطقه باس استیشن یکی از مناطق پر انمی هستش. خب خیلی سریع باید مجهز بشیم. این هم لازم میشه. سیتی رسمت بزنم اینو. اسمشم نمیدونم چی، یادم رفته اسمشو. اسم خوبی داشت. فعلا خاموشه. آره فعلا فعال نشده. توی هر دور که شما بخواید بتل رویال بزنید، یک ویژگی به اون کاراکترتون میده که من الان بهتون میگم چه ویژگی هستش. حالا برای من ویژگی دویدن تنده که من اینو بزنم خیلی سریع من دارم میدوام. شما دقت بکنید. دست سب کنید. یک انمی اینجا شلیک کرد بهمون. بله بزنید. خب از انمی اول
فروپوشی هم هر لول عوض میشه دیگه، یا لول 8 داره، لول 6 داره، لول 4 داره، هر دفعه عوض میشه که بیشترش لول 8 که شما تا 8 آیتم جا دارید که در کوچتون بگذارید. Chip terminal is almost ready. توی هر یک دقیقه هم یک جعبه از اون آسمون میاد که برای شما تفنگ های پیشرفته داره، تفنگ های تقویت شده که شما میتونید با استفاده از اونها خیلی راحت تر انمی رو از بین ببرید. یک بار دیگه این رو بزنم سریعتر برسیم اونجا که میخوام. جونم نداریم، جونم کمه، آرام اومده پایین، چه هیچ نیست. بالاخره یه دونه پیدا کنم. نه بعضی موقع کار میکنه این چیزی که همین الان من برداشتم، بعضی موقع که کار کنه یه خود لگم هست چون بازی سنگینه دیگه بالاخره. The revived flight will arrive in 1 minute. خب خیلی سریع بعد هر دفعه یک زمین کوچیک‌تر میشه، هر 2 دقیقه اگر اشتباه نکنم هی زمین کوچیک‌تر میشه تا جایی که شما آخرین انمی باشید و کسی که مثلا بیشترین کیل داشته باشه بازی میاد اول میشه. سریع باید این رو انجام بدیم، داره به اون نزدیک میشه، چون اونم کمه. فکر کنم خیلی راه داره تا برسه. اصلا فرصت نمیده دیگه، باید شما سریع انمی ها رو بکشید تا البته اگر این خط آبی که داره به سمت هم میاد این به شما برسه، شما از اون منطقه‌ای که انمی هستش میاد بیرون اصلا و بعد از چند ثانیه جون کم میشه و خب طبیعتا میاد. نزدیک نزدیک میشه، نزدیک میگه چیزی نمونده. تفنگم اگه شما تفنگتون رو بگید دستتون، البته اگه این ویژگی سرعت رو بهتون بده که برای هر کسی فرق داره، اگه این ویژگی سرعت رو که بهتون بده که شما میتونید خیلی سریع بدوید، ولی اگر مثلا تفنگتون رو بگیرید دستتون که اکثرا تیربار و اینجور چیزا خیلی وزنشون و وزن تفنگ سنگینه و شما بازم با این ویژگی بزنید بازم اونقدر سریع نمیدونش، یعنی شما هیچی نباید دستتون باشه. اگر دقت کنید خیلی سریع دارم کاراکتر اون شخصیت بازی میدوه. خب رسیدیم به اون منطقه
باز دور بود، خیلی دور بودیم ما. خب انمی به به. Engaging enemies. Enemy down. The airdrop is coming. انمی کجا رفت؟ ها سر من اینو بردارم. Airdrop has بخشی been خود delivered. بازم لگ شد بازی. همیشه اینطوریه دیگه. گوشی های سامسونگ اصلا یه همیشه اون لگه رو داره که شما مشکل نمیکنید. خب اینم از سومین کیل. شما خیلی راحت اگه بدونید کجا میخواید برید توی بازی کال آف دیوتی، چون منطقه اون زمینه‌ای که هستش و خیلی بزرگه، ولی گفتم باس استیشن یکی از مناطقی که The revived انمی flight will زیاده، arrive in 1 شما minute. میتونید اونجا انمی زیادی بکشید، تفنگ‌های جدید به دست بیارید و حتی میتونید تفنگ‌هاتون رو با ویژگی‌های مختلف ارتقا بدید تا الان 3 تا کیت باشه. بریم سراغ The اینجا airdrop is چه coming. خبره. با زدن روی گزینه کد پشتن میتونید کد پشتنتون رو باز کنید و میتونید همین کار باش بکنید. Chip پس اگه terminal چی is میخواید almost ready. میتونید با زدن روی گزینه کد پشتی ببینید. Airdrop has been delivered. خب رسیدیم. کنم انمی اینجا حتما باید باشه. The safe zone is collapsing. تنها کاری که نکردیم این که اصلا آرمور نداریم. یکی از آرمورهایی هست که شما اگر آرمور منظورم همون جونه زمین سادش. خب اینجا ما بگم این آرمور حتما باید پیدا بکنیم. خب اگر شما دقت بکنید همین الان من که داشتم تیرای تفنگم پر میکردم یه جایی برام ظاهر شد که مثلا چند تا انمی The airdrop is coming. خب من یه تیرم رو عوض میکنم سریع بکنم همینجا باشه. بله. خب اینم از 4 کیتمون به همین راحتی سریع باید جونمون پر کنیم، جونمون خیلی کمه. یه خیالمون راحت شد دیگه. این بتری رویال رو من براتون 4 تا پارت میزنم. این تازه اولین پارت و ویدیو گذاشتن کانال من به این صورت هستش که هر روز یه ویدیو حتما میذارم. از اون جوابی که بهتون گفتم شما میتونید یه عالمه تفنگ‌های ارتقا یافته و پیشرفته داشته باشید. مثلا بذاریم چی داره. AK47 خیلی خوبه، حتما تفنگ خیلی خوبی هستش AK47 و میبینید که وقتی شما تفنگ رو بردارید یه حاله بنفشی هست، چون با تفنگ‌های دیگه فرق داره دیگه، خود بهتر پیشرفته تر.
و امکان چت هم هست در بازی کال آف دیوتی که موقع بازی شما میتونید چت کنید. با زدن این گزینه شما میتونید گزینه های مثل thanks, well done, impressive و غیره استفاده بکنید که با دوستانتون ارتباط برقرار کنید. البته بعضی از بتل رویال هم بستگی داره به بازی خود شما دیگه. بعضی ها مثلا 12 تا کیت میشه، بعضی ها مثلا 5 تا کیت میشه. خب انمی هست اینجا. بله من دیدمش. پنج تا کیل. Down to the last 5 teams. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. پس شما بدونید کجا میرید دیگه. اما اول و وسط ویدیو هم گفتم که تقریبا آخره ویدیو هستش. اگر اشتباه نکنم بله آخره بتل رویال هستش، پارت اول. The last revived flight will arrive in 1 minute. اینجا دیگه هیچ انمی نیست. باید بریم سمت اون. خب این از این. حالا سمت یکی از دوستان که اینجا هستن انمی هست. من بریم سریع کمکش. حتما اینجا انمی هست. باز هم مثلا انمی بیاد بتل رویال تمام. این چند کیل داشتیم؟ بله 5 کیل داشتیم. خب دوستان خدا نگهدار تا ویدیو بعدی. این از پارت اول کال آف دیوتی بتل رویال به اتمام رسید. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی. پایان.